درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار دهم. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. ادبیات امروزه تاجیک چون گلستان است که سالهای دراز پاسبانی ندیده و آبیاری نشده و محتاج آرایش و پیرایش بسیار است. من یقین دارم که استاد محترم در میان جوانان نورس و صمیمی تاجیک توده‌های ادبی تشکیل داده و برای توحید اصول ادبی زبان فارسی پایه‌های محکم استوار خواهند کرد. ابوالقاسم لاهوتی. شیخ کمال خوجندی، وفات سال 796 از ردایف الاشعار محترم بخارایی. گویند که چون خواجه حافظ بیت آخری را خواند بسیار رقت کرد. شیخ کمال خوجندی بعد از 4 سالی به سرای ایستادن باز به تبریز آمد. هم در آنجا به سال 792 وفات یافت. قبرش در تبریز است. در تذکیره آتشکده و قاموس الاعلام از روضة الصفا منقولا مذکور است که شیخ چند به قلعه سنگ محبوس بوده و به این شادی ربایی از آنجا خلاص شد. ربایی این است: از آتشکده. کی باشد از این تنگ برون آمدنم، نام است از این ننگ برون آمدنم. گویی مگر از سنگ برون می آید، پروانه از سنگ برون آمدنم. در سخنهای شیخ کمال
طرز خاصی است که دیگران را کم اتفاق می افتد. کمال در اشعار خود لفظهای دو معنیدار و جناس را بسیار به کار می برد و به هر دو معنی هم شعرش از جزالت نمی براید. چنانچه گفتم دوای درد دلم را خط نویس، گفتا دوات چون بنویسم دوات نیست. دوات دوم را همچنان که به معنای دوای تو گرفتن ممکن است، اینچنین به معنای سیاهیدان هم به کار بردن رواست. برای نوآموزان ادبیات اینقدر ایضاح را لازم دانسته شد. باقی به همین قیاس است و الا اهل سخن به این قبیل شرح ها محتاج نیستند. در حق سخنان شیخ کمال کسی این قطعه را نوشته: چو دیوانی کمال افتد به دستت، نویس از شعر او چندان که خواهی. ز هر لفظش دوان مگذر چو خامه، به هر حرفش فرو رو چون سیاهی. ما هم به این قطعه فرمانبری کرده یک غزل دیگر را که در دولت شاهی دیده شد ثبت می نماییم. گر شب آن مه ز منزل بی نقاب آید برون، ز اولی شب تا دمی صبح آفتاب آید برون. کی برون آید لبش از عهده بوسی که گفت، چون محال است آب حیوان کز سراب آید برون. خرقه های صوفیان در دور چشمی مست او، سالها باید که از رهن شراب آید برون. هر کجا باشد نشانی پای او، زانجا به چشم خاک برداریم چندانی که آب آید برون. دقت کرده شود. با همه تقوا و زهد ار بشنود بویت کمال، از درونی صومعه مست و خراب آید برون.
از خزانه آمیره. در خلوت دوست جان نغنجد، شادی و غمی جهان نگنجد. چشمت کشد و لبت دهد جان، مرگ آید و در میان نگنجد. ای خواجه تو مرد خود فروشی، رختی تو در این دکان نگنجد. پا را چی مجال در حریمت، سر نیز به آستان نگنجد. وصفی رخ او کنم به خورشید، خورشید در آسمان نگنجد. ما خانه خراب کردگان را، در دل غم خانمان نگنجد. یا دوست گزین کمال یا جان، یک خانه دو میهمان نگنجد. جامعه این اوراق می گوید در بدل مصرع آخری، یک شهر دو حکمران نگنجد، یا که یک ملک دو حکمران نگنجد می شد، هر آینه به واقع موافق تر می افتاد. زیرا در واقع به یک خانه دو میهمان، حتی زیادتر بر آن گنجیدن ممکن است، اما به یک شهر یا ملک هیچگاه دو حکمران نگنجیده است و نخواهد گنجید. یکی از خصوصیات کمال آن است که هیچ یکی از ارباب دول را مدح نگفته است. این دولت به بسیارترین شعرای متقدمین میسر نشده است. خواجه عبدالملیک سمرقندی تخلصش اثاری است. در عهد امیر تیمور شیخ الاسلام بود. از شعرای عصر هشتم به شمار می رود. از دولت شاهی ای مردم چشم، از نظر ما مروا خیر.
وی در کرامی زبری ما مروا خیر. ای جان عزیز از تنی رنجور مشو دور. وی سایه رحمت زی سری ما مروا خیر. ای تیغ غمت ریخت خون جگری ما، از دیده چو خون جگری ما مروا خیر. ای نقش خیالی خطی جان پروری جانان، از لوح سوادی بصری ما مروا خیر. دور از تو ندارد خبری خویش اساری، اکنون که شنیدی خبری ما مروا خیر. خواجه عصمت بخارایی، وفات سال 829. از آتشکده. سرخوش از کوی خرابات گذر کردم دوش، به طلبگاری ترسا بچه‌ای باده فروش. پیشم آمد بسری کوچه پری رخساری، کافری اشوگری زلف چو زنار بدوش. گفتم این کوی چی کوی است؟ تو را خانه کجاست؟ ای مهینم خم ابروی تو را حلقه به گوش. گفت تسبیح به خاک افکن و زنار ببند، سنگ بر شیشه تقوا زن و پیمانه بنوش. بعد از آن پیش من آ تا به تو گویم سخنی، راه این است اگر بر سخنم داری گوش. زود دیوانه و سرمست دویدم پیشش، به مقامی برسیدم که نه دل ماند و نه هوش. دیدم از دور گروهی همه دیوانه و مست، وز تفی باده عشق آمده در جوش و خروش. بی دف و ساقی و مطریب همه در رقص و سماع، بی می و جام و صراحی همه در نوشانوش. چون سری رشته ناموس بشد از دستم، خواستم تا سخنی پرسم از او، گفت خموش. این نه کعبه است که بی پا و سرایی به طواف، وین نه مسجد که در او بی ادب آیی
به خروش. این خراباتی مغان است، در او مستانند از دمی صبح ازل تا به قیامت مدهوش. گر تو را هست در این شیوه سری یک رنگی، دین و دانش به یکی جرعه چو عصمت بفروش. این قطعه را در حق وزیر گفته که به او اسب لاغر داده بود. روزی به بارگاه سلیمان روزگار رفتم که قبله بیهزان آستان نبود. دیدم به صدر مسند عزت فراشته چتری سعادتی که کم از آسمان نبود. بنشسته بر صدارتی دیوانش آصفی، کاندر بسیط خاک چو او قدردان نبود. دارای ملک امیری مبارک که هرگزش در لطف و جود حاجتی هیچ امتحان نبود. کردم ادا به مدح و ثنایش قصیده، کان نو دور به مخزنی دریا و کان نبود. اسب کرم نمود که در جنس وحش و طیر، چون او ضعیف جانوری در جهان نبود. اسبی که چون کمانی شکسته وجود او، سر تا قدم به غیر پی و استخوان نبود. لبها کشودمش که به دندان نظر کنم، چیزی جز آب حسرتش اندر دهان نبود. گفتم به این جهان به زمانی کی آمدی؟ گفت آن زمان کز آدم و عالم نشان نبود. از تاری عنکبوت سفل کردمش به پای، کش طاقتی گسستنی آن ریسمان نبود. ناگاهش از وزیدنی باد کمر شکست، بیچاره را تحملی باری گران نبود. القصه چون به راه عدم رفت، عقل گفت ما را به این گیاهی ضعیف این گمان نبود.
دستان عرضی امیدم بر نگاری من بره رحمتی بر خاطری امیدواری من بره رحمتی بر خاطری امیدواری من بره سینیار شرطنگم شهریاری من کجاست لطفاری دو مرا بر شهریاری من بره در پریشان روزگاری گر رود عینی ز در جم بنشینید یاد از روزگاری من بره جم بنشینید یاد از روزگاری من بره шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори даҳумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.